در کرانه‌های رود لوانگوا 4 شیر نر کوچ‌نشین حمله خود را آغاز می‌کنند. اون شیر ماده زیباییه ولی به شدت مجروح شده. شیرهای ماده زخمی گروه هالیوود به شمال فرار کردند. اکنون کوچ‌نشینان راهی جنوب می‌شوند. وارد عمق قلمروی شیرهای MK می‌شوند. با توجه به حضور توله‌ها در گله، رهبران سالخورده گروه اکسل و موهاک شانس چندانی ندارند. این در واقع ابتدای پایان کار حکومت پاک هاست. آینده توله‌های MK در حالی از ابهام قرار دارد. باید اونا رو از کوچ‌نشینا دور نگه دارن وگرنه کشته میشن. در دره لوانگوا در زامبیا 2 گروه همسایه ادعای قلمرو دارند. در گروه بزرگ MK تعداد اعضا هنوز در حال افزایش است. ماده های گروه هالیوود باید تولید مثل کنند تا آیندهشان حفظ شود. اکنون 2 گروه در برابر کوچ‌نشین ها قرار می گیرند. این دار و دسته شیرهای نر دنبال قلمرو جدید می گردند. فیلمسازان حیات وحش ناتان پیلچر و سم دیویس در مرکز این ماجرا قرار دارند. تکون نخور. آنها شاهد هر پیروزی و هر مصیبت خواهند بود. آیا این 2 گروه می توانند برخلاف تمام احتمالات از بزرگترین چالش زندگیشان زنده بیرون بیایند؟ سرزمین گربه‌های بزرگ. این قسمت پانک‌های گریزان. این تور رئیس کوچ‌نشینان است. شیرهای نر جوان گستاخی که می‌خواهند یک قلمرو جدید داشته باشند. این گروه 4 تایی به کنار رودخانه لوانگوا آمده. آنها مشغول خوردن یک گاو وحشی اند. صدها رأس از این جانوران سنگین وزن 1 تنی برای نوشیدن آب اطراف رودخانه جمع شدند. کوچ‌نشینان از این شکارگاه پرمنفعت سهم می‌خواهند. شیرهای مهاجم در جستجوی قلمرو در مسیر خود جز ویرانی باقی نگذاشتند. در ابتدا به شیرهای هالیوود حمله کردند. وحشیانه به رئیس گروه آوا تاختند. اون شیر ماده زیباییه ولی به شدت مجروح شده. ولی کوچ‌نشینان در آنجا نماندند. در امتداد رودخانه به جنوب آمدند و وارد قلمروهای جدید شدند. آنها قلمرو شیرهای هالیوود را ترک کرده و وارد قلمرو شیرهای MK می شوند. شیرهای MK بیخبر از این تهدید 3200 متر پایین‌تر در مکان مورد علاقه خود در کنار رودخانه حضور دارند. گروه بزرگ است و اکنون 22 عضو و 5 توله جدید دارد. آنها یکی از بهترین قلمرو شیرها را در لوانگوا دارند. با ادامه فصل خشکسالی، طعمه ها کنار رودخانه جمع می شوند. گروه از این وضعیت سود می برد. آنها شکارچیانی ماهرند. تعجبی ندارد که شیرهای MK اینجا را مرکز قلمرو خود قرار دادند. شیرهای کوچ‌نشین نیز به همین دلیل می‌خواهند این قلمرو را تصاحب کنند. فیلمبرداران حیات وحش سم دیویس و ناتان پیلچر هجوم کوچ‌نشینان در دره لوانگوا را دنبال می‌کنند. کوچ‌نشینان از شروع هجومشان
می‌غرند و علامت گذاری می‌کنند تا آمدن خود را به گروه MK خبر دهند. آنها آخرین بار در مرز شمالی قلمرو MK در حال جفتگیری با تعدادی از شیرهای ماده MK دیده شدند. کنار جاده با 4 شیر کوچنشین مواجه شدیم. هنوز مهمانهای خود را دارند. شیرهای ماده کوچنشینان را هنگام ورودشان به قلمرو MK رهگیری کردند و اکنون می‌خواهند حواس نرها را از پیشروی بیشتر پرت کنند. تصور می‌شود گاهی اوقات شیرهای ماده وانمود می‌کنند که در دوره جفتگیری خود قرار دارند تا نرهای مهاجم را آرام کنند. احتمالاً در چنین مواردی باردار نمی‌شوند. این احتمالاً فقط یک جفتگیری فریبنده است. تا این زمان کارساز بوده، زیرا مانع پیشروی بیشتر کوچنشینان به سمت جنوب شده. به نظر میرسه دیگه داره براش اذیت کننده میشه. طور دست از سرش بر نمیداره. مشخصه کوچنشینا دارن یکم عصبانی میشن. شیرهای کوچنشین نمیخواهند این یک وضعیت دائمی شود. آنها چیزی بیشتر از 4 شیر ماده MK میخواهند. سوال اینه که آیا اینجا میمونن که تصرفش کنن یا نه؟ در حالی که ناتان کنار کوچنشینان است، سم در جنوب قلمرو رهبران شیرهای MK را که پانک نامیده شده اند جستجو می کند. 2 نر سال خورده نبردی تاریخی در پیش دارند. باید از گروه MK در برابر نرهای کوچنشین محافظت کنند. سم اکسل را تنها پیدا می کند. او بدون برادرش آسیب پذیر است. اون افسرده و سرخورده به نظر میاد. انگار داره با صدای پایین بقیه گروه MK رو صدا میزنه. این قطعا صدای یه نر برتر نیست که میخواد تسلط خودش به قلمروش رو نشون بده. به عنوان یکی از رهبران گروه، نقش اکسل محافظت از توله ها، کمک کردن در شکارهای بزرگ و حفظ قلمرو گروه است. ولی حالا این مدافع وضعیت مساعدی ندارد. این برای اکسل زیاد خوب نیست. این به خاطر پیشروی کوچنشیناست. مشخصه که الان ناراحته. موفقیت و شکست اغلب از تعداد ناشی می شود. کوچنشینان در برابر اکسل برتری 4-1 دارند. ولی ناگهان موهاک صدا زدن اکسل رو شنیده. با آمدن موهاک شانس آنها بیشتر می شود. 2 رئیس قدرتمند با پیوند برادری متحد می شوند. پشتشونو به هم دیگه میزنن، با هم احوال پرسی میکنن، سراشونو به هم میمولن. پیوند نرهای متحد خیلی قویه، قوی‌تر از پیوند بین یه شیر نر و یه شیر ماده است. تمام عمر برادر همدیگه میمونن. پانک ها در 9 سالگی دیگر دوران اوج خود را پشت سر گذاشتند، ولی 2 برادر یک بار دیگر پدر شدند. آنها 5 توله جدید دارند. آینده این توله ها به قابلیت پانک ها در حفظ قلمرو بستگی دارد. در سپیده دم ناتان به اعماق قلمرو گروه MK می رود به دنبال اعضای جدید گروه. اینجا رد پای شیرها رو میبینیم. دارن به مرکز میرن. البته فقط یه جفتن. خیلی هم بزرگ نیستن. ممکنه یه ماده بوده. جهت این شاید جای توله ها رو نشون بده. ممکنه
یکی از مادرها بوده. توله ها اکنون حدود 10 هفته سن دارند. مادرها هنوز آنها را در بوته ها پنهان می کنند. این کار پیدا کردن آنها را دشوار می کند. این شیرها منطقه وسیعی یا پوشش میدن. اغلب شانس میاریم و از مسیرمون عبور میکنن. اگه رد پاها رو پیدا کنیم بعدش میتونیم حدود موقعیتشون رو پیدا کنیم، ولی اگه از جاده عبور نکنن در این بوته‌زارها فقط به طور تصادفی ممکنه اونا رو ببینیم. ممکنه پشت همین بوته ها باشن و از کنارشون عبور کنیم. نه، اون یک کفتاره. ناتان اینجا 20 سال دنبال شیرها بوده. باید کارهای زیادی انجام بدی. فقط نگاه کردن به جاده و پیدا کردن رد پا نیست. باید به صدا زدن ها گوش بدی. بابانه ها، آنتلوپ ها و غزاله ها و پرنده ها همیشه هشدارهاشون رو میدن. حضور شکارچی نشونه های مشخصی داره. داره یکی از اون صبحایی میشه که همه جا میگردی و چیزی گیرت نمیاد. ساعت 10:30 و دما بیش از 37 درجه سلسیوس است. بیشتر جانوران در سایه در حال استراحتند. به نظر میاد یه شیر زیر اون درخت دراز کشیده. انگار 2 تا شیرن. شیرای مادرن. شکمای بزرگی دارن. پس دیشب شام خوبی خوردن. تولید شیر برای توله ها نیازمند این است که روزا و زوری بیش از حد معمول آب و غذا بخورند. یه مادر میتونه توله هاشو تا 24 ساعت در بوته‌زار تنها بذاره. پنهان و ساکت موندن وظیفه توله هاست، چون اگه بیان بیرون پرسه بزنن و بازی کنن دیده میشن. چند صد متر دورتر ناتان هر 5 توله را زیر یک درخت پیدا می کند. تماشای شکل گرفتن شخصیت این توله ها خیلی جالبه. اونی که پاهای خالدار داره در مقایسه با بقیه خیلی فعال تره. به احتمال زیاد از بقیهشون درد سرسازتره. نر کوچک اسپاتی نباید از مخفیگاه خود زیاد دور شود. کافی است یک بابون صدا بزند تا جای او لو برود. پلنگ ها و کفتارها بدون تردید این توله ها را می کشند. در قلب این شکارچیان رقیب ترحمی وجود ندارد. و اکنون با رسیدن کوچنشینان به شمال، توله ها با تهدید بزرگتری مواجه می شوند. باید از کوچنشینا دور باشن وگرنه کشته میشن. اگر قرار است توله ها زنده بمانند، مادرانشان باید آنها را پنهان کنند. و آنها تنها جانورانی نیستند که پنهان می شوند. گروه هالیوود در شمال به دورترین مرز قلمرو خود عقب نشینی کرده. پس از حمله چند هفته پیش کوچنشینان، 6 شیر ماده گروه بیشترین فاصله ممکن را بین خود و شیرهای نر ایجاد کردند. آنها اکنون از شکارگاه‌های غنی خود بسیار دورند. رئیس گروه، آوا، زخم‌های آن حمله وحشیانه را تحمل می‌کند و گروه خود را در جستجوی غذا به کنار رودخانه می‌برد.
4 ماه است که باران نباریده. برای طعمه‌های تشنه رودخانه یکی از آخرین منابع آب است. ولی در اینجا شیرهای گرسنه گروه هالیوود باید با شکارچیان دیگر رقابت کنند. تعداد زیادی تمساح در آبهای کم عمق منتظر طعمه‌های بیخبرند. یک بچه اسب آبی هدفی خوب است، به خصوص وقتی مادرش به او پشت کرده باشد. شیرهای گروه هالیوود نیز فرصت را برای داشتن غذای آسان مناسب می‌بینند، ولی در آب این تمساح است که شکارچی برتر محسوب می‌شود. بچه اسب آبی ساده‌لوح به خطر توجهی نمی‌کند. تمساح‌ها قوی ترین دندان‌ها را بین همه جانوران زمین دارند. هنگامی که آرواره‌های خود را می‌بندند، دیگر راه فراری وجود ندارد. مادر نمی‌تواند کاری جز تماشای این حادثه غم‌انگیز انجام دهد. نووا، یکی از دو ماده جوان گروه، سعی دارد طعمه را بدزدد. او گرسنه است، ولی این اشتباهی ناشیانه است. ورود به آبهای پر از تمساح ریسکی نیست که ارزش انجامش را داشته باشد. شیرهای گروه هالیوود در کرانه رود مانده‌اند. در حالی که هنوز گرسنه‌اند، برای جستجوی غذا در جایی دیگر رودخانه را ترک می‌کنند. چند کیلومتر پایین‌تر در قلمرو سرشار از غذای گروه MK داستان بسیار متفاوت است. ناتان کنار رودخانه گروه را دنبال می‌کند. تعدادی از ماده‌های MK یک گاو وحشی شکار کردند. اکسل و موهاک به موقع می‌رسند تا سهم خود را بگیرند. یازده شیر MK اینجا غذای خوبی خوردند. با اینکه تعدادشان به طرز حیرت آوری زیاد به نظر می رسد، این تنها نیمی از جمعیت گروه است. سرابی و 3 ماده دیگر هنوز درگیر نرهای کوچ نشینند. روزا و زوری نیز دور از آنها کنار توله های خود حضور دارند. الان با توله ها و مادراشون فقط حدود 800 متر فاصله داریم. با وجود اینکه توله ها هنوز پدران خود را ندیدند، زنده ماندنشان به آنها بستگی دارد. فکر میکنم موهاک برای توله ها به یه الگوی عالی تبدیل میشه. موهاک در طول حکومت کوتاهش در کنار برادر توله های متعددی داشته. اعضای جوانتر این گروه حدود 2.5 سال سن دارن و ما بزرگ شدن اونا رو تماشا کردیم. از وقتی توله بودن اونا رو دیدیم. ولی نوجوانان 2 ساله‌ای مانند کیمبا نیز هنوز به محافظت نیاز دارند. کیمبا همیشه رابطه خوبی با موهاک داشته. نرهای بالغ ممکن است تحمل توله ها را به خصوص اطراف غذای خود نداشته باشند.
ولی موهاک با خوشحالی غذای خود را با کیمبا شریک می‌شد. کمتر از نیمی از طول شیرها در سن 3 سالگی به دوره بزرگسالی پا می‌گذارند. کیمبا هنوز این دوره را پشت سر نگذاشته. اگر کوچ‌نشینان بخواهند گروه MK را تصرف کنند، به کیمبا حمله می کنند، زیرا رقیب آینده آنها خواهد بود. به همین دلیل کیمبا باید هوشیار باشد. پانک ها بیشتر قلمرو MK را زیر نظر دارند و سورابی و 3 ماده دیگر در 3200 متری شمال اینجا هنوز کوچ‌نشینان را سرگرم نگه داشتند. در همین بین گروه هالیوود آخرین بار سرگرم شکار در کنار رودخانه و در بالاترین بخش قلمرو خود دیده شده. سپید دم است. سم به دنبال 6 شیر ماده رفته. پیش از یافتن آنها یک شکارچی دیگر را می‌بیند. شیرهای هالیوود باید با آن رقابت کنند. یک گربه‌سان بزرگ است ولی شیر نیست. این چیپازوا است. سم این پلنگ را می‌شناسد. 4-5 ساله که اینجاست. یه ماده جوونه. به خاطر جسارت، تنبلی و آرامش زیادش مشهوره. ولی او تنها پلنگ در قلمرو شیرهای هالیوود نیست. قلمروهای نرها و ماده ها اغلب هم پوشانی دارند. چیپازوا در این گوشه از قلمرو شیرهای هالیوود شریک است. یک پلنگ نر جوان به نام موگلی نیز اینجاست. یک طعمه را به بالای درخت برده. ولی هنگام تلاش برای خوردن طعمه آن را پایین می‌اندازد. و حال باید یک مخفیگاه جدید پیدا کند. چیپازوا در دزدیدن طعمه‌های دیگران شهرت زیادی دارد. او یک فرصت طلب است و بوی لاشه را میشنود و نزدیکش میشود. ولی این یک حرکت بسیار خطرناک است. جثه او 1/3 جثه موگلی است. این موقعیت کاملا خطرناکیه، چون سعی داره غذا رو از یه پلنگ نر بدزده. پلنگ ها انزوا طلبند و روابط اجتماعی ندارند. تنها با یک حرکت اشتباه پلنگ نر به او حمله خواهد کرد. چیپازوا داره اونو تماشا میکنه. خیلی آرومه و کاملا بی حرکته. سرشو پایین نگه داشته. عجب. پلنگ نر داره علامت گذاری میکنه تا حدودشو مشخص کنه. موگلی از حضور پلنگ نر ناراحت نشده. سم دلیل آن را خواهد دید. فکر کنم تحملش میکنه چون میخواد با اون جفتگیری کنه. شاید در فرایند جفتگیری باشن و ما ندونیم. برای همین اجازه میده به غذاش نزدیک بشه. موگلی پس از خوردن غذای خود بخشی از آن را به چیپازوا هدیه میدهد. یکم از غذا رو باقی گذاشته. چیپازوا از فرصت استفاده میکنه. چیپازوا یه بار دیگه غذایی داره که خودش شکار نکرده. خوردن این لاشه ریسکی محاسبه شده بود، ولی چیپازوا باید با سرعت غذا بخورد. هرچه طولانی تر شود، جانوران بیشتری حضور او را با صدا زدن اعلام می کنند. در سرزمین شیرها یک پلنگ هرگز آسوده خاطر نیست. انگار داره یه چیزی میبینه. شیرها دارن میان. خیلی جالبه.
چیپازوا عقب نشینی می کند. به نظرم آوا از گروه هالیووده. آوا فرصت را برای بازرسی محل بوی وسوسه کننده از دست نمی دهد. از بو میفهمه که یه حیوان مرده روی درخت بوده. عاشق بالا رفتن شیرها از درختم. گاهی میبینی که این کارو خوب انجام میدن ولی راحت پایین نمیان. بالا رفتن آوا از درخت نشان می دهد که زخمهایش از حمله کوچ نشینان التیام یافته. داره با هیجان به اطراف نگاه میکنه چون میتونه بوی لاشه آهو رو حس کنه. سرانجام بینیش او را به محل بویی تازه تر در پایین راهنمایی می کند. مستقیم به سوی لاشه پنهان شده موگلی و چیپازوا می رود. امیدوارم چیپازوا از اینجا دور بشه و به بوتزار بره چون نمیتونه اون لاشه رو پس بگیره. بقیه شیرای هالیوود هم اومدن. خیلی خنده داره. چیپازوا این لاشه رو از اون پلنگ نر موگلی دزدیده و حالا شیرای هالیوود دارن اونو میدزدن. شیرها بسیار گرسنه‌اند. هر شیر ماده فقط به خودش فکر می کند. شیر میتونه هر وعده غذای زیادی حدود 1/4 وزن خودش بخوره. به خاطر همین این لاشه آهو برای این شیرها چیزی نیست. آوا در یافتن غذا برای گروهش خوب عمل کرده، ولی این غذای دست سوم چیزی در حد میان وعده او حساب می شود. باید دوباره شکار کنند. به رغم دشواری اوضاع برای شیرهای هالیوود دست کم این بالا با کوچ‌نشینان سر و کار ندارند. در پایان روزی طولانی سم به قلمرو امکی در جنوب می رود. اینجا کوچ‌نشینان هنوز تهدیدی مرگبار برای پانک ها و توله های آنها محسوب می شوند. بالاتر از مرز تعدادی از شیرهای امکی را می بیند. الان از کنار 4 شیر ماده امکی عبور کردیم. سرابی و ماده های دیگر 3 روز گذشته را صرف گذراندن وقت با کوچ‌نشینان کردند. به نظر میاد لاغر شدن. فرصت زیادی برای غذا خوردن نداشتن. اکنون به جنوب می روند تا به گروه امکی ملحق شوند. اما خسته‌اند. برای دور نگه داشتن کوچ‌نشینان هر کاری می توانستند انجام دادند، ولی این گمراه سازی نمی تواند دوام داشته باشد. تا الان کارشون رو خیلی خوب انجام دادن. حالا که جفتگیری تموم شده، کوچ‌نشینا به جنوب و محل استقرار گروه امکی میرن. شاید توله ها رو پیدا کنن. ممکن است برای پانک ها یعنی اکسل و موهاک دردسر ایجاد شود. اکنون سم و ناتان کاملا از محل کوچ‌نشینان بیخبرند. صبح زود روز بعد فریادهای هشدار دهنده حیوانات ناتان را به عمق قلمرو امکی می آورد. موهاک را می بیند که به شمال چشم دوخته. از دور دست شیرها به طرف او می آیند. 1، 2، 3، 4 و 5 شیر دارن میدوئن. الان دویدن شیرهای امکی رو هم در امتداد رودخونه و در اون جهت میبینم. به پشت سرشون نگاه میکنن. مطمئناً شیرهای دیگه‌ای هم این اطراف حضور دارن. اکسل می آید، ولی خوش آمدگویی همیشگی بین 2 برادر انجام نمی شود. مشکلی جدی وجود دارد. شیرهای نر دارن فرار میکنن. مطمئنم هر لحظه ممکنه شیرهای ماده هم بیان. دارن میان. آنها ترسیدند. با صدا زدن همدیگر به آرامی به یکدیگر دلگرمی میدهند.
اولین باره که میبینم همه شیرای یک گروه به پشت سرشون نگاه میکنن و میرن. فکر کنم شیرای دیگه ای دارن میان، ولی از این فاصله نمیتونم ببینم. هرچه باشد پانک ها به جای ایستادگی و مبارزه رفتن را ترجیح دادند. چون این عکس العملی فقط یک علت دارد. امیدواریم شیرای کوچنشین نباشن، ولی مطمئناً خیلی نگرانن و احتیاط میکنن. معمولاً ماده های MK بدون مکس به خارجی ها حمله می کنند. عاملی قدرتمند آنها را مجبور به عقب نشینی کرده. اون دوتا پانک که غیبشون زد 100% رفتن و نموندن. ناتان به بالای رود می رود تا علت این مشکل را پیدا کند. دوتا نر، 3 تا نر. فکر کنم کوچنشینان. کوچنشینان به جنوب و به سوی شیرهای MK می آیند. این برای شیرای MK خبر خیلی بدیه. فکر نمی کردم تا این پایین بیان. این همان چیزی است که همه از آن می ترسیدند. کوچنشینان به قلمرو MK آمدند و می خواهند گروه را تصاحب کنند. یک خمیدگی در امتداد رودخانه تمام چیزی است که شیرهای MK و کوچنشین را از هم جدا می کند. هنوز ماده های MK رو می بینیم که در فاصله دور نشستن و این کوچنشینا رو تماشا می کنن. کوچنشینا تمام راه‌ها تا پایین قلمروی MK اومدن و اگه بمونن کار پانک ها واقعا تمومه. شیرهای ماده نمی توانند مدت زیادی نزدیک شدن نرهای کوچنشین را تماشا کنند. باید بروند. آنها دنبال نرهای خود یعنی پانک ها می روند. این شیرای MK و پانک ها دائما در حال حرکتن و کوچنشینا دارن دنبالشون میان. ما کیمبا و برادراشو داریم. این نرای بزرگ دارن میرن. باید از اینجا برن. باید به حرکتشون ادامه بدن. امیدوارم پیداشون نکنن چون کشته میشن. کوچنشینان در حال نزدیک شدنند. کیمبا باید همین حالا برود. رئیس کوچنشینان تور پیشتاز است. ناتان پیش می رود و به اکسل و موهاک می رسد. آنها هنوز در حال فرارند. آنها به وضوح می دانند که نمی توانند در مبارزه با کوچنشینان پیروز شوند. ولی طی عقب نشینی خود کوچنشینان را به بدترین مکان ممکن آوردند. از شانس بعد این شیرا دارن از دست کوچنشینا به طرف محل اختفای توله ها فرار می کنند. جهان گروه MK در آستانه واژگون شدن قرار دارد. کوچنشینا خیلی نزدیکن و دارن شیرای MK و به خصوص نرهای جوان اونا رو تعقیب میکنن. واقعا دنبالشونن. سعی دارن به اونا برسن. میخوان به اون طرف این جنگل برن. باید دید چه اتفاقی میافته. ناگهان موهاک از میان بوته ها بیرون می آید. آره اونا دارن میان. بزرگترین شیر کوچنشین تایتوس پشت سرش است. سایر کوچنشینان را صدا میزند که در تعقیب موهاک به او ملحق شوند.
پانک ها به اعماق بوتزار فرار می کنند. ناتان دیگر نمی تواند آنها را تعقیب کند. در هیاهوی تعقیب و گریز گروه MK متفرق شده. اثری از محافظان آنها یعنی پانک ها نیست. تعدادی از نوجوانان کنار رودخانه‌اند. سایرین میان بوته‌های متراکم پنهان شدند. کیمبا اینجا نیست. نمیدونم آخرش چی میشه، ولی اوضاع برای پانک ها و گروهشون اصلا خوب به نظر نمیرسه. اکنون کوچ‌نشینان در مرکز قلمرو MK حضور دارند. فاصلهشان از توله ها کمتر از 1600 متر است. مادران آنها روزا و زوری پنهان شدند، ولی اگر نرهای مهاجمان ها را پیدا کنند شانسی نخواهند داشت. الان تنها امید توله ها اینه که مادراشون اونا رو از کوچ‌نشینا دور کنن و به تنهایی اونا رو بزرگ کنن. باید اونا رو از کوچ‌نشینا دور کنن وگرنه کشته میشن. ناتان 12 سال است که از این گروه فیلم برداری کرده. این لحظه احساسات او را جریحه دار می کند. سالها در این دشت بودم و همیشه خواستم تصرف یک گروه رو ببینم. از بعضی جهات واقعی حیرت انگیزیه، ولی خیلی غمگینم که متلاشی شدن و تصرف یک گروه و کشته شدن توله ها را شاهد باشم. این جریان به نظر من یه روی جالب داره، ولی یه روی خیلی غم انگیزم داره. شیرهای MK به گروه‌های کوچکتر تقسیم شدند. پیدا کردن آنها در تاریکی تقریباً ناممکن است. ناتان به اردوگاه باز می‌گردد. غرش‌ها 1.5 ساعت پیش از طلوع خورشید او را بیدار می‌کند. او به مسیر باز می‌گردد. اینجا تعداد زیادی آهو و پوکو داریم که آرومن. پس فکر نمی کنم شیرها از اینجا عبور کرده باشن، وگرنه باید صدا زدنهای اینا رو میشنیدیم. میتونیم اینجا منتظر بمونیم و گوش کنیم، بلکه بتونیم جای اونا رو پیدا کنیم. صدای شیرها بیش از 8 کیلومتر حرکت می کند. بنابراین شیرهای MK می توانند در هر مکانی باشند. با طلوع خورشید ناتان می تواند از مهارت‌های دیگری برای پیدا کردن آنها استفاده کند. ردپاهای شیرها رو پیدا کردیم. اونا از جاده عبور کردن. فکر کنم از همون محلی که دیروز اونا رو دیدیم به سمت رودخونه اومدن. هنوز شیرها را پیدا نکرده، ولی نشانه‌های دیگر امیدوار کننده به نظر می رسند. اینجا ردپاهای در جهت عکس دیده میشن. آره، 2 3 4 اینا خیلی بزرگن. فکر میکنم پانک ها و 1-2 تا از شیرای MK در این جهت حرکت کردن. اونجا بخشی از قلمروشونه. متفاوت بودن ردپاها نشان از عبور نرها و ماده ها دارد. آنها از چنگال کوچ‌نشینان فرار کردند. ردپاها ناتان را به رودخانه میرسانند. سه 4 5 6 7 و 8. اونا شیرای MK هن. مطمئن نیستم که پانک ها با اونا باشن. دقیقاً پشت اون پیچ رودخونه هن. به نظر می رسد شیرهای MK از کوچ‌نشینان فرار کرده و درست در همان نقطه شروع تعقیب و گریز دوباره جمع شدند. تقریبا همه گروه MK اینجا. این سرابیه. اینم کیمباست.
کیمبا جان سالم به در برده، ولی پانک ها این اطراف دیده نمی شوند. هنوز با کمی نگرانی مراقب اطرافن، ولی اکسل و موهاک هنوز اینجا نیستن. کیمبا و برادرانش هنوز به محافظت پدر خود نیاز دارند. کیمبا احتمالاً مهمترین دلیل برای اینه که همچنان مراقب باشن، چون اگه کوچ‌نشینا بیان اول اونو هدف میگیرن و اگه از دندونای اونا جون سالم به در ببره مجبوره از اینجا بره. گروه در معرض تهدید قرار دارد. اون ماده بلند شد، داره میاد اینجا، انگار یه فکری داره. صدامو یکم پایین میارم. به رغم این تنش اثری از کوچ نشینان نیست. گرمای روز شیرهای MK را به طرف سایه میراند. ناتان به دنبال پانک ها می رود. اگر قرار است کیمبا، نرهای نوجوان دیگر و توله ها از حمله کوچ نشینان جان سالم به در ببرند، اکسل و موهاک باید بازگردند. ولی ناپدید شدند. هنگامی که ناتان به کرانه رود باز می گردد، ابتدای غروب خورشید است. این بار کل گروه MK اینجاست. اکسل و موهاک برگشتن. همه آروم و خونسرد به نظر می رسن. به خصوص کیمبا از دیدن بازگشت محافظان خوشحال است. در طول شب اکسل و موهاک کوچ‌نشینان را دنبال خود به مناطق جنوبی کشاندند و از گروه دور کردند. اکنون پانک ها بازگشتند تا یک بار دیگر از خانواده دفاع کنند. اونا دوباره با همن و این قدرتشون رو نشون میده. قدرتشون در تعدادشونه. دوباره گروه رو جمع کردن. شاید فرار کردن به خاطر محافظت از خودشان نبوده. شاید این یک استراتژی هوشمندانه از دو شیر نر پیر و خردمند بوده و گروه قدردانی خود را نشان می‌دهد. این خیلی بامزه است. هیچ وقت هیچ کدوم توجهی به اکسل نمی کردن، ولی امروز همه از دیدنش خیلی خوشحالن. خودشونو به صورت اون میمالن. این برای هر شیری افتخار محسوب میشه. گروه دوباره حول پانک ها متحد شده. حتی روزا و زوری مادران توله ها آمدند. ولی توله ها همراهان ها نیستند. ناتان به همین علت نگران می شود. تا توله ها رو نبینیم مطمئن نمیشیم که اونا زنده‌ان یا مرده. اینا میدونیم که کوچ‌نشینا از اینجا زیاد دور نیستن. تهدید کوچ‌نشین ها به این زودی به پایان نمی رسد. در 10 کیلومتری شمال، شیرهای هالیوود از آرامشی نسبی لذت میبرند. ولی گروه پنهانی زندگی می کند. زیر نور ماه، آوا فرصت سیر کردن شکمهای خالی گروه را دارد. این فرصت متعلق به اوست. اکنون او نسبت به طعمه ها دید بهتری دارد. یک لایه انعکاسی در پشت شبکیه بسیار حساسش نور را از چشمانش بازتاب می دهد. این کار نور جانور مورد نظر را تقویت می کند. ولی نکته‌ای وجود دارد. اگر طعمه حرکت نکند، شیرها او را نمی بینند.
شیرهای هالیوود غذای آماده خود را از دست می‌دهند. آوا در مقابل خود حرکتی می‌بیند. تعدادی پوکو اینجا حضور دارند. آوا به یک پوکوی نر جدا از سایرین چشم دوخته. بقیه اعضای گروه متفرق می شوند. پوکوها با شنیدن صدایی هشدار دهنده فرار می کنند. مستقیم به طرف تله می روند. آوا و گروهش بدون اتلاف وقت و پیش از رسیدن مهمانی ناخوانده غذای خود را می خورند. یک بار دیگر ماده ها قدرت خود را به دست آوردند. زندگی برای شیرهای هالیوود به حالت عادی باز می گردد، ولی اوضاع برای شیرهای امکی در جنوب منطقه بسیار پیچیده است. ناتان ناامیدانه می کوشد تا 5 توله امکی را پیدا کند. 2 روز از اومدن کوچنشینا و فراری دادن شیرای امکی و پانک ها گذشته. نگرانی دائمی به خاطر توله هاست. ما نمیدونیم که اونا زندن یا مرده. او روزا را زیر یک بوته پیدا می کند. یک 2 3 توله های او زنده اند. این یه معجزه است، چون کوچنشینا شیرای امکی و پانک ها رو تا محل پنهان شدن توله ها تغییر کردن. زوری نیز اینجاست، ولی توله هایش نیستند. اینجا فقط 3 تا از توله ها رو میبینیم. 2 تا توله کمن. 2 تا توله کوچیک‌تر. این احتمال وجود داره که موفق نشده باشند. شاید کوچنشینان اولین قربانیان خود را گرفته باشند. یک چیز مشخص است. آنها قلمرو شیرهای امکی را ترک نکردند. کمتر از 1600 متر فاصله دارند. لاشه گاو وحشی را می‌خورند که شیرهای امکی چند روز پیش کشته بودند. تور و برادرش بوی شیرهای ماده امکی را حس کرده اند. شاید کوچنشینان یک بار فریب خورده باشند، ولی شکست نخورده اند. مشکلات پانک ها به پایان نرسیده. برای نگه داشتن گروه، اکسل و موهاک باید از سالها تجربه خود استفاده کنند، زیرا کوهی از مشکلات به سوی آنها می آید.